آقا جان، 1 سال گذشت. یادم نمیره هر وقت اومدم زیارتت چیا ازت خواستم. یادم نمیره چیا بهم دادی. یه سریام خب یا حقم نبوده یا لیاقتش رو نداشتم یا نباید که میداشتم. خودم میفهمم آقا. گفتم این آخر سالی ازت تشکر کنم که پای حال خوب و بدم موندی همیشه، که امید اول و آخر ماهایی هستی که تو این دنیا مثل خودت غریبیم. خیلی هوامونو داشتی. هر وقت رو به ذریحت وایسادیم، رو به گنبدت وایسادیم. هر وقت عقب برگشتیم که ادب کرده باشیم، ته دلمونو گرم کردی. با دل قرص از حرمت رد شدیم و رفتیم. آقا جان، سال جدید رو با امید به خودت میخوام شروع کنم. آقا جان، دلم میخواد سال جدید مثل همه سالهایی که از بچگی تا الان اومدم جلو هوامو داشته باشی، خیلی بیشتر از قبل.